sentence parts یا اجزای جمله بخشایی هستن که با کنار هم قرار گرفتنشون یه جمله کامل ساخته میشه. هر جمله معمولاً حداقل شامل یه فاعل و فعل میشه. subject فاعل، کسی یا چیزی که کاری رو انجام میده. I من. verb فعل، کاری که انجام میشه. study مطالعه میکنم. object مفعول، کسی یا چیزی که کار روی اون انجام میشه. I study grammar من دستور زبان میخونم. در جواب چه چیز را یا چه کس را میاد. چه چیز را مطالعه میکنم؟ دستور زبان را. adjective یا صفت اسم رو توصیف میکنه. توی زبان انگلیسی برعکس زبان فارسی صفت قبل از اسم میاد. I study English grammar من دستور زبان انگلیسی میخونم. و در آخر adverb یا قید میگه که کار کی، کجا یا چطور انجام شده. قید زمان، مکان و حالت داریم. من اینجا یه قید زمان میذارم. Every morning من هر روز صبح دستور زبان انگلیسی میخونم. حالا تو بگو ببینم میتونی برای همین جمله یه قید مکان یا حالت بذاری؟ تو کامنت ها بنویس.